این فیلم راجع به دو پسر جوونه که میرن دنبال جزیره‌ای که فقط زن‌ها اونجا هستن. سلام، به کانال فیلم اینجا خوش اومد. اسم فیلمو تو دیسکریپشن براتون میذارم. شایعه‌ها میگن یه جزیره جادویی تو اقیانوس آقارون وجود داره که کل جمعیتشون رو زنان تشکیل دادن. به اونجا میگن جزیره باکره‌ها. میگن تو اون جزیره یه دانه وجود داره که باعث میشه زن‌ها اونجا 10 برابر کنتر از انسان‌ها پیر بشن. به خاطر همین خیلی دنبال این جزیره. یکی از اونا آقای سانگه که میخواد دانه رو به دست بیاره و جاودانه بشه. واسه همین میخواد تیم تحقیقاتی رو بفرسته دنبال اون جزیره. این پسر اسمش وانگه و داره گزارشی که راجع به تیم تحقیقاتی آقای سانگه رو میبینه. تو این خبر میگه که قبلا هر کی رفته دنبال این جزیره زنده برنگشته. تنها کسی که تونسته به اون جزیره برسه لی پدر همین پسر بوده و دیگه برنگشته و شایعه شده اون جذب زنان و زیبایی‌های جزیره شده. وانگ که قصد پیدا کردن باباشو داره، واسه عضو شدن تو گروه تحقیقاتی آقای سانگ اسمشو مینویسه. میره ساحل تا سوار کشتی بشه که با یه پسر دیگه به اسم هیونگو برخورد میکنه. هیون میگه من یه ملوان خبره هستم و تو نیروی دریای سومالی کار میکردم. فقط این دوتا داوطلب شده بودن و وقتی سوار کشتی شدن که برن، یکی از افراد آقای سانگ یه قطب نما بهشون میده. اولش اونا خیلی امیدوارن که جزیره رو پیدا کنن، ولی بعد 2 ماه که موفق نمیشن ناامید میشن و غذاشون هم تموم میشه. یه روز که وانگ ناامید روی کشتی دراز کشیده بود، یه پرنده رو صورتش خرابکاری میکنه و وانگ بعد از بو کردن اون متوجه میشه که مرغ دریایی و اون میفهمه که به خشکی نزدیک شده. وانگ با دوربین نگاه میکنه و میبینه که جزیره رو پیدا کردن. به خاطر اینکه دریا خیلی طوفانی بود، اونا نتونستن ادامه رو با کشتی برن و تا ساحل شنا میکنن. وقتی تو ساحل چشماشون رو باز میکنن، با زنای زیادی روبرو میشن. هنوز چشاشون تار میدید که وانگ از زنا میپرسه اینجا جزیره باکره هاست. زنا جوابشو نمیدن. وانگ و هیون رو میبرن اردوگاهشون برای بازجویی. هیون که احساس خوشمزگی میکرده با زنا حرف میزده، ولی اونا آدم حسابش نمیکردن. زن هم از وراجی هیون عصبانی میشن و با چوب میزننش. بعدش هم دوتاشون رو میندازن تو قفس. یهو رهبرشون که بهش میگفتن پدر سالار میاد. اون به وانگ و هیون میگه تو 500 سال گذشته آدمای خیلی کمی تونستن بیان اینجا. همشون دریانوردای ماهری بودن. وقتی زنا رفتن، وانگ چاقویی که قایم کرده بود و در میاره و موفق میشن خودشون رو آزاد کنن. وانگ میمونه تا قبیله رو بررسی کنه و هیون هم میره تا یه چرخی بزنه شاید بتونه راه فرار پیدا کنه. وانگ میره داخل کلبه میشه. هیون تو طلایی که زنا تو جنگل گذاشته بودن میفته. هیون میفته توی یه گودال و چند تا تیر پرتاب میشه و میخوره به پشتش. چند تا نارگیله هم میخوره تو سرش. این دختر اسمش مویانه و وارد همون کلبه میشه که وانگ رفته بود توش. خواهرش هم که اسمش ماهه اونجاست. معلوم میشه اون کلبه حموم قبیله بوده. مویان لخت میشه و میره تو آب و وانگ شیطون رو لعنت میکنه و میخواست فرار کنه که خواهر مویان جیغ میزنه. زنا میان و وانگ فرار میکنه و زنا دورش میکنن ولی اون مقاومت میکنه، ولی در نهایت دستگیر میشه. میبرنش پیش پدر سالار و اون به وانگ میگه فرار از زندان تو فرهنگشون گناهه. تو میخواستی به زنا حمله کنی و مجازات این کار مرگه. یا اون زخمی میاد تو میگه من یه سرباز آموزش دیدم. زنا هم کفری میشن و یه بار دیگه کتکش میزنن. زنای اون قبیله واسه جرمایی که این دوتا کرده بودن میخواستن اعدامشون کنه. بزرگترین گناهشون هم این بود که مویان وقتی لخت بود وانگ اونو دیده بود و از نظر اونا این کار باعث زشت شدن اون دختر میشه. پدر سالار ازشون میپرسه چرا اومدید به این جزیره؟ وانگ میگه دنبال پدرم اومدم که 10 سال پیش اومده بود اینجا. پدر سالار هم یادش میاد وانگ راجع به کی حرف میزنه و میگه اگه یه بار دیگه باباتو ببینم میکشمش. وانگ پدر سالار میگه به جون مادرم من مویانو لخت ندیدم، اما اون به حرف وانگ گوش نمیده. اونا رو میندازن تو بشکه تا آماده کباب شدن بشن. مویان میاد به وانگ میگه واسه اینکه منو لخت دیدی من نفرین شدم و واسه اینکه این نفرین بشکنه باید بکشمه. چاقوشو در میاره و انگار میخواد وانگو بکشه ولی دستاشو باز میکنه. میگه ازت متنفرم ولی نمیخوام به خاطر من کشته بشی. اونا فرار میکنن تو جنگل ولی دوباره تو تله میافتن و دوباره به درخت بسته میشن. زن و این دوتا پسر رو تمدار میکنن تا کبابشون کنن بخورنشون. یهو خبر میارن چونهو تو دریا غرق شده و زن هم میرن سمت دریا. وانگ و هیون از این فرصت استفاده میکنن و با آتیش تنابا رو میسوزونن و خودشون رو آزاد میکنن و فرار میکنن. حین فرار کردن میرن میبینن چونهو تو آب داره دست و پا میزنه و زن هم شنا بلد نیستن برن نجاتشون بدن. تصمیم میگیره بره و بیارتش بیرون. از وانگ میره تو آب و چونهو رو میاره بیرون و هیون هم بهش شوک میده تا بهوش. زن هم
کیف میکنن از این شجاعت این دوتا. دوباره میبرنشون پیش پدر سالار رو، چون هو ازش میخواد که از جونشون بگذره. پدر سالار میخواست ببخشتشون که خبر میارن درخت مقدس آتیش گرفت و میرن ببینن کار وانگ و هیونه. پدر سالار دستور اعدامشون رو میده، ولی مویان و چونهوا یه بار دیگه ضمانتشون رو میکنن. پدر سالار به وانگ و هیون 3 ماه فرصت میده تا دوباره درخت رو زنده کنن. اون دوتا هم شروع میکنن درخت تمیز کردن و بهش آب دادن. یکم که میگذره وانگ و هیون وارد زندگی زنا میشن و با روشایی که بلدن ماهیای بزرگ صید میکنن و به کاشت سبزیجات مشغول میشن. چون هو هم که عاشق هیون شده سعی میکنه دلشو به دست بیاره. وانگ داشت با قطنواش ور میرفت که میبینه پشت مویان یه مار رو بلافاصله اونو هول میده و از دست مار نجات میده. مویان میگه آروم باش، نفس عمیق بکش، این مار خودمه. ولی با این حال مویان هم از وانگ خوشش اومده بود. روز بعد متوجه میشن که درخت دوباره جوونه زده و شب همه با هم جشن میگیرن. وانگ مویان رو میبینه که داره میرقصه و میکشتش کنار، بهش میگه میخوام بمونم و از قبیله‌تو محافظت کنم. مویان میاد تاریخ قبیله‌شون رو واسه وانگ تعریف میکنه. مویان میگه چند صد سال پیش یه قبیله‌ای بود که زنای جادوگر توش بودن. اونا از طریق بیکزایی زاد و ولد میکردن. بیکزایی یعنی زن بدون نیاز به مرد میتونه خودشو باردار کنه. اونا به آدمای دیگه نزدیک بودن و اون آدما کم کم میلشون به جنگ زیاد میشه و اونا از وجود دانه آگاه شدن و حمله کردن که دانه رو به دست بیارن. رئیس جادوگرا دانه رو به کوچکترین دختر قبیله میده و میگه فرار کنه و وظیفه محافظت از دانه رو به اون دختر میسپاره. اون هم در حالی که شاهد کشتن تمام خانواده‌اش بود فرار میکنه و وقتی به هوش میاد میبینه تو این جزیره است و کم کم باز اون قبیله رو درست میکنه. اون دختر همون پدر سالار. صبح میشه و مویان وانگو میبره جایی که آخرین بار پدر وانگو اونجا دیدن. وانگ میره تو بار و دفترچه باباشو پیدا میکنه. تو اون دفترچه پدرش نوشته بود وقتی شادی زنای قبیله رو دیدم به این فکر کردم که اگه برگردم و خبر بدم آدما به اینجا حمله میکنن و این شادی و اتحاد رو از بین میبرن. پس تصمیم گرفتم به خاطر محافظت از جزیره و زنان هیچ وقت برنگردم و امیدوارم وانگ این تصمیم منو درک کنه. تو صحنه بعدی وانگ میخواست قطنوا رو از بین ببره که متوجه میشه داخلش یه رطیاب کار گذاشت. به آقای سانگ موقعیت مکانی جزیره رو نشون میدن. پسرا میرن و به پدر سالار میگن داستان چیه و آقای سانگ تو راهه تا دانه رو ازتون بگیره. پس یه نقشه میکشن و منتظر سانگ میمونن. آقای سانگ و خدمش میرسن و 4 نفر رو میفرسته تو جزیره تا بررسی کنه. وقتی اون 4 نفر میان چند تا زن با لباس جذاب میبینن و اون زنا طبق نقشه شروع میکنن به مالیدن مردا و بهشون عرق و مزه میدن تا از هوش برن و کارشون رو یسره کنن. سانگ وقتی میبینه از اون 4 تا خبری نشد خودش میره تو جزیره. وانگ و ایون میان جلوشو بهش میگن اینجا جزیره پاکرها نیست، ولی سانگ میفهمه که اینا دارن شعر تلاوت میکنن و اینجا همون جزیره است. سانگ همه زنا و این دوتا پسر رو میبنده. پدر سالار رو تهدید میکنه اگه دانه رو بهش نده همشون رو میکشه. پدر سالار و زنا راضی میشن و راه میافتن برن سمت جایی که دانه رو پنهان کرده بودن. چون هو یهو میره سمت یکی از افراد سانگ و اونو میندازه تو طلا و همه زنا با سانگ و خدمش درگیر میشن. سانگ میاد سمت وانگ و اونو با خودش میبره و یه بمب ساعتی تنش میکنه. تهدید میکنه اگه دانه رو بهش نده این بمب منفجر میکنه. یهو هیون و زنان میرسن و سانگو دوره میکنن، ولی سانگ دکمه بمب فشار میده و شمارشگر 30 ثانیه‌ای بمب فعال میشه. آخرای 30 ثانیه بود که وانگ میفهمه باید فداکاری کنه و به سمت دریا میدوه. موقع دویدن تو ذهنش همه چی مرور میکنه و فداکاری که پدرش کرده بود رو عمیقاً درک میکنه. الانم نوبت اونه که این فداکاری رو واسه حفظ قبیله انجام بده. وانگ میره تو دریا و بمب منفجر میشه. مویا فریاد میزنه و زنا گریه میکنن. صحنه آخر فیلم صفحه سیاه میشه و وانگو تو ساحل نشون میده که به هوش میاد. این نشون میده که قدرت جادویی جزیره و دانه به خاطر فداکاری وانگ اون رو دوباره زنده کرد. امیدوارم از این فیلم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از فیلم‌های جدید با خبر بشید.